جوری نسبت به توالت میگه انگار اصلا فتوسنتز میکنی خودت مثلا. بالاخره اگر درستش انجام بگیره اشکالی نداره. آقا طراحی سنگ توالت ایرانی جوری که شما بیشتر از 3 دقیقه نشینی، چون زانوهات میزنه تو چشات از در میاد از مفصل. اما ما ایرانی‌ها اینقدر مقاومیم تا 1.5 ساعت مشاهد بودن دوستان که تو چرت میزنن. مثلا اینکه از توالت‌های مونیخو که ما رفتیم من در زدم، شک داشتم کسی هست یا نه. به محضی که در زدم طرف صحبت کرد گفت سوری بیزی هیر. بعد شروع کرد صحبت کردن که میتونی یکی دیگر انتخاب کنی، من اینجا مشغولم بالاخره. اون وقت من موندم چجوریه تو ایران شما میری توالت عمومی شک داری کسی تو هست یا نه، تا در میزنی طرف ببخشید آقا من نمیفهمم این علامت اختصاری کدوم جمله است؟ مگه تو داری کار زشتی مرتکب حرف بزنه اون یارو هم ول نمیکنه هی میزنه آخه چرا؟ رویه های طرف ها داغون کرده